با فکر ما که اگر همون محدودیت در حدود همون نرخ که فرض کردیم ارزش علاوه یا اضافه که ما بالای میمونیم یک اندازه داشته باشه بعد چیزی که ما ایده همون اومد که در دل ما معقولش همون رو موندن بگیریم این نه نظارت میشه نه کنترل نشه دیگه خودمون گو سودا میخوای که اندازه‌ای رقم بهش توری میکنیم سودا میکنیم یک بار 2 مرتبه زیاد میشه 3 مرتبه زیاد میشه این همین سوداگرا وابستگی دارن میره کنترل کنن اگر انصاف در دل ما خداوند انداخته باشه که فرض کنیم نیم امور مونن نیم نرخی خریده که دهقان خریده شاید که بهتر میشه در هر یک بازار باید یک دو آدم مونند که щоб امی نرخ نوای بازار کنترل کرده تونن باید همخه یک دو آدم مونند برای که هر وقت نرخ نوا بالانس است مردم ده خیلی چیز بدلشون نیست مشکله حرکت کردن دکتر برای مردم بانکایی که دسترس هستند برای اون دهقانو چیکار کردن حساب دهقانی مقصد اونو که رواج میتیان برای اونو مقصد مبلغ دسترس کردن دکتر با فایزهای پست یا اینکه با فایزهایی که زیادتر مهلتش باشه که مقصد همون دهقان بگیرد اون مبلغ او بتونه مثلا کارش پیر بره نه اینکه با این نظارت با این درجه باشد که دهقان در حالتی میگیره سرگم زده نشوه که کارش پیش بره بعدی که حرکت کنه که ما در یک جا آزاد کار کردن میتونم این خیلی نمیشه که مثلا بگیم که وای کند که بگیره ایسا هم فشاری وای باشد این مثلا بعد چیکار کند مثلا در مسئله کشاورزی همین که آب با آب تامین باشه با دارو تامین باشه با همین شرایط مقصد دهقان تامین باشه البته که بزرگ نقض میشه وقتی که دهقان رفت وای چطور قیمت گرفته و با مقصد وای مجبور باشد که وای نقش قیمت کنه خلق باید به خاطرش ماه شریف رمضان باید از انصاف کار گیرن همه سوداگرها انصاف مد نظر بگیرن البته خلق مد نظر بگیرن زندگی خلق مد نظر بگیرن و همیشه انصاف از دست ندن تا که خود انسان از خود انصاف نکنه ولو اگر قفای هر کس یک ملیسه مانده نمیتواند که حکومت بالای هر کس فقط خود انسان انصاف کنه خلق یاردم کنه تا مملکت با پای ساده شود خلق یک زندگی راحت و آرام به سر ببره نمیدونم بچه جون میره باید که کلانو نظارت کنن بزرگ مشتگی نظارت کنن اخی دهقان ارزان میبیارن نه که خیلی مشتگی با قیمت میفروشن اخی دهقان سحر بدرو کیلوی نمی گلوسا 6 سوم وردستان خب بازی چند است 10 سوم میفروشن یو میگیرن 4 سوم دا بولوش مون خیلی 2 سوم مون دا بولوش قلان همش میگوی دلار بلنده اخی این نخو که همه چیز همین میوه ما با دلار میبیه اخی همین قشلوقی ما با دلار میبیه هم میوه نخو که هوای با دلار بیه همین تو همینجا رای قرغن